سرخط مهمترین خبرها: مهاجران اکنون در دوشنبه برای پتن حجت می سپارند. دانشجویان قزاق را اجباراً به نقطه های رای دهی می برند و گزارش خبرنگار آزادی از نشست کشورهای ترک زبان. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 11 نوامبر است. در شهر دوشنبه مرکز افتتاح شد که مهاجران می توانند پیش از سفر به مسکو برای گرفتن پتن به آن مراجعت کنند. خبرگزاری آزیا پلوس نوشته است که اکنون شهروندان تاجیکستان که برای کار به مسکو و ولایت مسکو رفتن می‌خواهند مستقیما در دوشنبه پیشکی برای گرفتن پتن عریضه داده می توانند. به نوشته خبرگزاری یک قسم حجت‌ها در تاجیکستان آماده شده. پس از این به مهاجر تنها لازم می آید که به مرکز مهاجرت مسکو حاضر شده برای عملی سازی فعالیت موقتی کار پتن گیرد. منبع میگوید وظیفه های مرکز از راه اندازی پایگاه معلومات درباره جایهای کاری و کارجویان، تشکیل صحبت های آنلاینی و بهادهی به صلاحیت ناکی کسبی نامزدها به جایهای کاری عبارت است. مهاجران تاجیک همچنین از این مرکز می توانند درباره جایهای خالی کاری معلومات پیدا کنند. پیش از این گفته می شد که در این مرکز برای مهاجران پتن می دهند، اما حالا مقامات گفتند که حجت ها را در دوشنبه سپاریده پتن را از مسکو می گیرند. امکان تأسیس یابی خدمات مخصوص برای مدد به مهاجران در دوشنبه در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از مشکل و مانع ها در کار و زندگیشان در روسیه، مخصوصا دشواری ها در دریافت سندهای ضروری بود و باش شکایت می کنند. دانشجویان دانشگاه اوراسیایی شهر استان قزاقستان را مجبور می‌کنند که در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی این کشور اشتراک کنند. در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شده است که نشان می‌دهد آموزگار در خوابگاه دانشگاه اوراسیایی استان از دانشجویان طلب می‌کند تا روز انتخابات لباس مناسب پوشیده به نقطه رایدهی روند و آواز دهند. این زن از دانشجویان دعوت نمی‌کند که به جانبداری از نامزدی معین آواز دهند، تنها طلب می کند که به نقطه رایدهی در خوابگاه حاضر شده آواز دهند. در وزارت علم و تحصیلات عالی قزاقستان گفتند دانشگاه های آن کشور کاملا مستقلند و به حالت های پیش آمده باید خود مبارزه برند. امبودسمن دانشجو در قزاقستان ایسولو ارنیازووا میگوید این نوارا با مأموریت دانشگاه بررسی کرده است و گویا مأموریت تشبث برخی از کارمندانش را نپذیرفته است. انتخابات پیش از مهلت قزاقستان روز 20 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. در این انتخابات پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمرت توقیف و 3 نامزد نچندان شناخته شرکت می‌کنند. امروز شهر سمرقند جمهوری ازبکستان برای نخستین بار میزبان همایش سازمان‌های کشورهای ترک می‌گردد. روز 10 نوامبر جهت اشتراک در این همایش چندین رهبران کشورهای ترک زبان به سمرقند سفر کردند. در این همایش چه مسئله ها بررسی خواهد شد؟ همکار ما فرزان محمدی از شهر سمرقند گزارش می‌دهد. روز 11 نوامبر در اینجا شهر سمرقند جمهوری ازبکستان سران 5 کشور ترک زبان ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان سر یک میز می‌نشینند و دورنمای سازمان کشورهای ترکی را بررسی خواهند کرد. دولت‌های ترکمنستان و مجارستان همچون ناظر در این همایش اشتراک خواهند کرد. قبلا رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه گفته بود که با همتاهای خویش همچنین در مسئله و معماهای بین المللی صحبت خواهند کرد. هرچند منظوری او از مشکلات بین المللی معلوم نیست، ولی برگزاری این همایش در پس منظر حمله پی در پی روسیه بر اوکراین و وضعیت فعلی آن توجه دیگر کشورها را به خود جلب کرده است. این همایش در حال برگزار می شود که سازشنامه بر سر تقسیم زمین‌های آبانبار کمپیرآباد در مرز ازبکستان و قرقیزستان سر و صدای زیاد برپا کرده است. همچنین برخی از مقامداران کشورهای قرقیزستان برای حل مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان و برای علامتگذاری سرحدی خواهان مداخله سازمان‌های بین المللی گردیده بودند. ولی کارشناسان رسمی و آگاه از برنامه پیشکی این همایش میگویند احتمال این موضوعها بررسی نگردند. ببینید ترکیه اعضای سازمان ناتو است. آذربایجان و چند دولت دیگری ترکی اعضای ODKB می باشند.
از این نگاه در اینجا مسئله حربی سیاسی بین سازمان دولت‌های ترکی نباید بررسی شود. تاجیکستان با دو کشور عضو سازمان کشورهای ترکی، ازبکستان و قرقیزستان مرزهای مشترک دارد و دومین قومیت سراهالی ترین بعد تاجیک زبانان را در تاجیکستان ترک زبانان تشکیل می‌کنند. کارشناسان حدس می‌زنند که در همایش‌های منبعده نمایندگان دیگر کشورهای دارای اهالی ترک زبانان نیز به حیث ناظر اشتراک خواهند کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به همایش گروه 20 که 15-16 نوامبر در جزیره بالی اندونزیا برگزار می شود نمی رود. احتمال می رود پوتین در یکی از ملاقات ها که در دایره همایش دایر می شود به صورت آنلاین اشتراک نماید. روسیه را در همایش گروه 20 سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه نمایندگی خواهد کرد. ماه ایول در کنفرانس وزیران کارهای خارجه گروه 20 که همچنان در بالی برگزار شد، سرگئی لاوروف قبل از مهلت کار نشست را ترک نمود. پیش از این مقامات اندونزیا گفته بودند که حتی در صورت فشار از سوی کشورهای دیگر دعوتنامه روسیه را پس نخواهند گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 3 نوامبر اظهار داشت که در صورت حضور ولادیمیر پوتین از اشتراک در همایش دست میکشد، اما 8 نوامبر کیف تصدیق کرد که زلنسکی در این نشست اشتراک میکند. به احتمال زیاد حضور او آنلاین صورت میگیرد. فرمانده نیروهای هوایی ایران امیر علی حاجی زاده گفت که کشورش موشک بالدار گیپرصدایی ساخته است. خبرگزاری ایرانی تسنیم از قبل حاجی زاده نوشته است این موشک میتواند سیستم های معاصر ضد هوایی را رخنه کند، اما خبرگزاری رایترز نوشته است که ایران تا حال درباره آزمایش چنین موشک خبر نداده است. به گفته تحلیلگران نظامی غربی، تهران بعضا امکان تسلیحاتی خود را از حد زیاد نشان می‌دهد. موشک‌های گیپرصدایی دست کم 5 برابر تیزتر از سرعت صدا پرواز می‌کنند. تا جای معلوم است روسیه، چین، آمریکا و احتمال کره شمالی چنین موشک‌ها را آزمایش کردند. فرانسه، استرالیا و بریتانیا نیز گفته بودند که می‌خواهند چنین موشک بسازند. بخش یک روز تاریخ در تقدیم همکارم خرامان بقازاده را ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 نوامبر را فرا می‌گیرد. 11 ноябри соли 2012 бо ибтикори донишманди тоҷик профессор Иброҳим Усмон бунёди муколамаи тамаддунҳо таъсис шуд. Ин созмони иҷтимоӣ бо арзёбиву таҳқиқи таърихи замони истиқлолияти Тоҷикистон машғул аст. худи Иброҳим Усмонов муҳимтарин шахсиятҳои тасмимгирандаи даврро ба суҳбати ошкорои сиёсӣ мекашад. 11 ноябри соли 2007 нахустин бор дар як пажӯҳиши вижаи байналмилалӣ вазъи занон дар Тоҷикистон дар гузориши тафовутҳои ҷинсиятӣ таҳқиқ шуд. Ин таҳқиқот маълум намуд, ки дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна духтарон дар 21-солагӣ хонадор шуда то 3-4 фарзанд ба дунё меоранд. Занҳои Тоҷикистон бештар дар риштаҳои иқтисодӣ фаъоланду дар корҳои сиёсӣ камтар ба назар мерасанд. гузориш ҳокист, ки захоири меҳнатии бозори Тоҷикистон аз 50% занҳо ва 66% мардҳо иборат мебошад, дар ҳоле ки даромади мардҳо ба ҳисоби миёна 2 баробар бештар назар ба даромади занҳо будааст. 11 ноябри соли 1956 нависандаи тоҷик Марьямбонуи Фарғонӣ таваллуд шудааст. Ин рӯзноманигор ва адиби зодаи вилояти Фарғона яке аз ҳомиёни фаъоли ҳуввияти милливу фарҳангии тоҷикон буд ва солҳои гуногун дар нашрияҳои Паёми Душанбе ва Садои мардум кор карда китобҳояш Хуморшикан ва Таманноро чоп кардааст. модари хабарнигори маъруф Маҳпора Киромова мебошад. قرب دلار آمریکایی شبانه روز گذشته کمی پایان رفته ارزش روبل روسی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1030 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 162 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 11 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. شما می توانید خبر و گزارش های تازه را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.